این تلفن‌های موبیلی و تکنولوژی‌های پیشرفته اعتماد ما را ویران کرده است. والله در ما اعتماد نمانده است. اعتماد ما با تلفن پیوسته است. ببینید شما چگونه رفته ایستادید. الله ما و شما را نجات دهد. یگان حادثه ناخوش را دیدی یا در حالت یگان صدمه نقلیاتی دستت به کجا می رود؟ در حال به تلفن. علاج این فلاکت در تلفن من است. من در حال به یگان پلکاونیک یا یگان کلان شونده زنگ زنم تا در حال آمده همه کار را به فایده من تمام کند. پیشتر ای الله می گفتند، اکنون ای تلفن موبیلی می گویند. در کجاست تلفن من؟ تلفن مرا بیارید. یک برادر گفت افسوس که ما به همین حالت رسیدیم که وقتی سحر از خواب بیدار می شویم اول از چی فکر میکنیم؟ از تلفن موبیلی. ما نمیگویم شکر خداوند کریم که نمیراند و به این روز هم رسانید. والله اعتماد چقدر ندارند که زنگ زده است، که خط روان کرده است. باوری دارم که دوستانم به من سرود روان کردند تا من آنها را گوش کنم.